میلیون ها پیرو مذهب شیعه برای شرکت در مراسم اربعین یا خود روز 40 شهادت حسین نبیره پیامبر دین اسلام در شهر کربلای عراق جمع شدند. حسین در عصر 7 میلادی در محاربه کربلا کشته شده است. در نزد سفارت آذربایجان در شهر تبلیسی پایتخت گرجستان ده‌ها روزنامه‌نگار و حامیان حقوق به نشان همدلی با روزنامه‌نگار آذری محبوس خدیجه اسماعیل و راهپیمایی اعتراضی گذرانیدند. فعالان راهپیمایی بدون موفقیت سعی کردند به مسئولان سفارت آذربایجان قطعنامه خود را تسلیم نمایند. خبرنگاری بخش آذری رادیوی آزادی خدیجه اسماعیل و 5 دکبر از طرف مقامات آذربایجان با اتهام تشویق نمودن به خودکشی بازداشت شده است. در یریون بزرگترین احزاب مخالف حکومت ارمنستان هزارها نفر هوادارانشان را بر راهپیمایی عنعنوی هر ساله در کوچه های پایتخت این کشور دعوت کردند. در این راهپیمایی که به روز بین المللی حمایت از حقوق بشر راست آمد، کنگرس ملی ارمنستان و 2 حزب دیگر مخالف حکومت شرکت ورزیده آزادی مطبوعات در ارمنستان و استعفای پرزیدنت این کشور را تقاضا کردند. اعتراضگران میگویند اقدام‌های دیگر هم مد نظر دارند. در افغانستان افرادی که در دوام 30 سال جنگ‌های این کشور نزدیکانشان را از دست داده‌اند، به درخواست محاکمه شخصان متهم در جنایت‌های حربی همراه شده‌اند. جمع آمدگان در شهر کابل همچنان طلب کردند که به آنها اجازت زیارت از قبرهای دسته‌جمعی که فعلا تحت مراقبت نیروهای حکومتی قرار دارند تقدیم گردد. نزدیکان قربانی‌ها و حامیان حقوق میگویند بعضی منصبداران والامقام که حالا در وظیفه‌های مسئول میباشند باید از منصب برکنار و مورد محاکمه در دادگاه قرار گیرند. در قرقیزستان شماری از جانبداران روسیه به نشان دستگیری از پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین در نزد سفارت روسیه در بیشکک گردهمایی تشکیل کردند. آنها کشورهای غربی را با تحریم و فشار بالای اقتصاد روسیه متهم کردند. پیش بینی می شود که به همین زودی ها قرقیزستان به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا که زیر کنترل روسیه است وارد خواهد شد.